گلچین هفته. سلام. 68مین برنامه گلچین هفته را با پیش درآمد شور اثر استاد علی اکبر شهنازی آغاز می‌کنیم. علی اکبر شهنازی فرزند موسیقیدان نامی ایران آقا حسین قلی است که علاوه بر استادی در نوازندگی تار، آهنگسازی توانا نیز هست و پیش درآمدها و رنگ‌های وی در نزد اهل فن شهرت و مقبولیت خاص دارد. شنوندگان عزیز ما می دانند که آنچه از موسیقی سنتی ایران به دست ما رسیده مرهون ذوق و همت دو برادر ارجمند آقا حسین قلی و میرزا عبدالله است که خوشبختانه فرزندان این دو موسیقیدان بزرگ استاد علی اکبر شهنازی و استاد احمد عبادی چراغ هنر را در خاندان خود روشن نگاه داشتند. پیش درآمد همایونی را که هفته گذشته پخش کردیم اثر استاد علی اکبر شهنازی بود که با اجرای گروه سماعی شنیدید. در برنامه امروز پیش درآمد شور را گروه شیدا به سرپرستی محمد رضا لطفی اجرا کرده است.
شور بهار نام تصنیفی است از هنرمند ارجمند اسماعیل مهرتاش با کلامی از شادروان رهی معیری. این تصنیف را فرهاد منتشری همراه گروه مفتاح به رهبری فریدون شهبازیان اجرا کرده است. شکفته از باد صبا لاله نو رسته به دوشن به شادی چهره گل ایز و بزن باده روشن گل شکفته به چمن همچو روی گل من بلبل سرمستی زند نغمه به گلشن جهان همه شاد و دلم شاد بارم من ز عشق گلی لاله صفت دام دارم من دوستت جان و دلم که رو به چمن بلبل ببوسد گل خود را گل من نکند یاد از وفا بلبل خود را شکفته از قید نسیم بهار لاله چرو سال یار ساقیا بیبی یار ای به دل در سایه باغ و چمن که شکفته گل همچون رخ من نوبت می شد دور غمزه شد ایزو به طرف گلستان پای دور از دست گلی جا به چون گلستان عمر بی میوه در از پی گذرد ای پنهان عمری که بی می گذرد پای
2 هفته پیش تصنیف قدیمی تابع بنفشه را با صدای سروش ایزدی شنیدید. امروز همین تصنیف زیبا را با صدای پریسا به همراهی گروه نوازندگان مرکز حفظ و اشاعه موسیقی که در 8مین جشن هنر شیراز اجرا شده بشنوید. وقتی در برنامه گلهای رنگارنگ که به همت شادروان داوود پیرنیا تهیه میشد آواز داغستانی و لری پخش شد، دوستداران موسیقی ایرانی مقدم هنرمندی ارجمند را که شیوهی خاص خود پدید آورده بود گرامی داشتند و این قبول و محبوبیت تا امروز که آلبوم کاست گلهای تازه او با استقبالی بیش از حد انتظار روبرو شده همچنان ادامه یافته است. بار دیگر به عود و آواز عبدالوهاب شهیدی گوش کنید.
بهارم بی خزان ای گلبن مو چه غم کنده ببوی بی خوابونه
به جای عشقم از به مژگان شنای آتشایی جانم آینه انتظار نام ترانه است با صدای مرزیه. آهنگ این ترانه از محمد رضا لطفی و شعر آن از رضوان است. این آهنگ را هنرمند ارجمند جواد معروفی برای ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران تنظیم کرده است. Amy
یکی از ساخته های هنرمند ارجمند ما علی تجویدی که طرف توجه شنوندگان حتی مورد تقلید و اقتباس آهنگسازان قرار گرفت، 4 مضرابی است در 3 گاه. حالا اجرای دیگری از این 4 مضراب را با تنظیم استاد جواد معروفی برای ارکستر بشنوید.
مژده باد صبا نام آهنگی است از فرامرز پایور که بر روی غزلی از حافظ در گوشه دلکش ماهور ساخته شده و با صدای شجریان اجرا شده است.
برنامه امروز گلچین هفته را با رنگی از ساخته های موسی معروفی به پایان میبریم. این رنگ را گروه سماعی اجرا کرده است. شصت و هشتمین برنامه گلچین هفته در اینجا به پایان میرسد.